حمید مرد فداکار و سخت‌کوش با همسرش زرگل زندگی ساده و آرام داشت. هر روز با عشق و تلاش در کنار هم زندگی می کردند و دنیایشان پر از خنده و امید بود. حمید در دل شبها به زرگل از عشق بی‌پایانش می گفت و او نیز با آرامش در کنار او دنیای کوچکی از خوشبختی می ساخت. اما روزگار همیشه مهربان نیست. زرگل بیمار شد و در نهایت درگذشت. زرگل همسر مهربان حمید پس از رنج زایمان دختر کوچک را به دنیا آورد که نامش را لیلا نهادند. هنوز گرمای دستانش از دستان نوزاد جدا نشده بود که نفسهایش آرام گرفت و دیده از جهان فرو بست. او رفت به آن که صدای گریه دخترش را تمام و کمال بشنود. حمید با چشمان اشک‌آلود اما دل لبریز از عشق قامت خم نکرد و با تمام وجود سایبان دختر کوچکش شد. دختری که از همان آغاز بی مادر و بی نور چشم به جهان گشود. وقتی که لیلا متولد شد، پزشکان اعلام کردند که او نابینا به دنیا آمده است. حمید با آنکه دنیا بر سرش خراب شده بود، تصمیم گرفت هرگز اجازه ندهد که دخترش احساس کمبود کند. او در تمام زندگیش فقط به یک چیز فکر میکرد: خوشبختی لیلا. حمید همیشه در دلش امید داشت که روزی کسی بیاید که لیلا را نه به خاطر ظاهر بلکه به خاطر درونش بخواهد. روزی از روزها خواستگار از طرف خانواده معتبر به خانه حمید آمد. پسر خانواده جوان آراسته و محترم تمایل به خواستگاری از لیلا شد. حمید در دلش امیدهای می پروراند، اما از سوی دیگر نگران بود که دختر نابینایش با توجه به شرایطش نتواند کسی را پیدا کند که او را بپذیرد. خواستگار و خانواده‌اش به خانه آمدند. در میان چای و گپ و گفت صحبت به جایی رسید که خانواده خواستگار متوجه شدند لیلا نابینا است. مادر خواستگار با نگاه مردد خطاب به حمید گفت: شما نگفتید که دخترتان نابینا است. آیا این برای شما مشکلی نیست؟ با تردید ادامه داد: ما فکر می‌کردیم که شرایط ممکن است متفاوت باشد. در هر صورت گاهی برای ازدواج این شرایط دشوار است. حمید دچار سردرگمی شد. قلبش پر از امید بود، اما در همان لحظه به شدت احساس شکست کرد. آیا دخترش می تواند در دنیای نابرابری و پر از دیدگاه‌های سطحی کسی را پیدا کند که او را بدون چشم‌ها فقط با قلبش بخواهد؟ در حالی که خواستگاران داشتند خداحافظی می‌کردند، لیلا با پیاله از چای به اتاق آمد. با لبخند چای را در دست داشت و بی‌خبر از آنچه که در حال وقوع بود به سمت میز رفت. او با نگاه مطمئن چای را روی میز گذاشت، در حالی که همه در حال رفتن بودند. لحظه سکوت سنگینی در فضا حاکم شد. پدرش با دل سنگین نگاه به دخترش انداخت. چشمهایش پر از اشک شد، اما هیچ کدام از آنها را بیرون نریخت. در دلش احساس می‌کرد که شاید این بار هم دنیا به دخترش پشت کرده است، ولی او همچنان باید امید داشته باشد.
لیلا وقت دید که خواستگاران در حال رفتن هستند پرسید: بابا جان، چرا رفتند؟ چرا من نتوانستم حتی چای را برایشان بنوشانم؟ حمید در حالی که در دلش درد فرو می برد با صدای لرزان گفت: هیچ چیز مهمتر از خوشبختی تو نیست دخترم. شاید آنها تو را نخواستند، اما تو باید همیشه بدانی که من با تمام وجودم تو را می خواهم. لیلا با قلب پر از اشک و تردید به پدرش نگاه کرد، اما نمی دانست که چه بگوید. او نمی خواست پدرش را ناراحت کند، ولی دل پر از ناامیدی داشت. پس از آن اتفاق حمید به فکر فرو رفت. تصمیم گرفت هر کاری که از دستش برمی آید انجام دهد تا زندگی لیلا بهتر شود. او تصمیم گرفت چشمان خود را برای دخترش بدهد تا او دنیای زیبایی ها و رنگ ها را ببیند. پزشکان هشدار دادند که این عمل بسیار خطرناک است، اما حمید با تمام وجودش پذیرفت که این کار را انجام دهد. حمید چشمان خود را برای لیلا فدا کرد تا او بتواند دنیای جدیدی را تجربه کند. لیلا پس از عمل برای نخستین بار چشمانش را گشود و دنیا را در آغوش کشید. او دید، اما پدرش دیگر قادر به دیدن دنیا نبود. او هرگز نخواست که لیلا از درد و رنج او باخبر شود. بنابراین لبخند آرام بر لبانش نشست و به دخترش گفت: حال که انار سرخ است، من با خیال راحت میمیرم. و این گونه لیلا با چشمان تازه جان گرفته در روشنایی جهان استاده بود. نور آفتاب بر چهرهش میتابید و او با شگفتی کودکانه به برگها، پرندگان و آسمان نگاه میکرد، اما چیزی در دلش سنگینی میکرد. چرخید تا نگاه پدر را بجوید. حمید، همان مرد خسته و فداکار، نشسته بود. لبخند آرام بر لب داشت، اما چشمهایش دیگر گشوده نمیشد. با گام‌های لرزان به سویش رفت، دستان پدر را گرفت. هنوز گرم، هنوز پرمهر. اشک در چشمانش حلقه زد. بابا جان، چرا دیگر نگاه هم نمی کنی؟ صدای آرام از دل سکوت پاسخ داد: تمام زندگی جهان را با چشمهای خود برای تو دیدم. حالا نوبت توست که زیباییش را برای من ببینی دخترم. نسیم ملایم برگها را لرزاند و گویی آسمان هم با بغض خاموش به ایثار پدر دلسوخته درود می‌فرستاد. و در دل روشنایی پدر آرام گرفت، نه در تاریکی، که در نوری که خود برای دخترش آفرید. و لیلا با قلب لبریز از مهر تصویری از پدرش را برای همیشه در جان خیش نگاه داشت. تصویری که چشم نمیخواست، تنها دل میخواست. و این گونه داستان یک پدر به پایان رسید. اما افسانه عشق و فداکاریش در هر نگاه لیلا به جهان زنده ماند تا ابد.